چی احتیاج داره؟ خب یک گپ دیگه من میدونم که با استاد سخت رفت آمد داری در نزد همین خلق وعده بده مرا پیش استاد برده میتونی یا نه؟ من برام حتما وعده میتونم. مقصد میبینین هم کورین هاشم گدا این حال چی حال دارد؟ سهراب دور و زمان любим چی که هاشم گدا است شاگرد وفادار هاشم گدا استاد من پیغمبر روزی کفر درباره خوب باور کنید خونه استاد یگام چیره درک نداره درباره استاد هاشم گدا این حال چی میدونی در کجای در حقیقت بزرگ است چون از فیلم سهراب رستم و سهراب کجاهای با استاد با خوردن در مورد کتاب فروشی و برادر عزیز برانم در مسئله که استاد هاشم گدا گاه در کوچه های شهر یا که در بعض کارخانه ها همسر بهترین گلندام سفرعلی و که در تئاتر لاوتی که یک جای ما کار میکردیم. یک بار دیگه سلام علیکم دوستای عزیز برادرای قدردان و کسانی که ما درباره هاشم گدا گپ زدم مرا داشنام دادید ولی من در پیش تئاتر جوانانم ولی یگام کس ندیدم نه پرسیدم نه زنگ زدم فقط ما چیزی که من میدونستم تا در وقت‌های دانشجوییم هر سال یک بار جشن رودکی میشید استاد هاشم گدا در جشن رودکی رژیسوری کلان میشید مسئله مبلغ صحنه مسئله تمامی چی در دست هاشم گدا بود من دانشجو بودم میرفتم مقصد یاردمچی هم یاردمچی کار و فعالیت میکردیم او پریمای کلان میگرفتم وقت خیلی نمیدونم روز غار میگن یک غاری به پایان است در این روزگارش باید چیکار میکنه مقصد من همین قشنگ نمیدونم که چند فرزند داره چه خیلی همین قشنگ یک وقتا میدونستیم که زنش اینم بعد میپرسیم این شمالی چی گفتن نمیتونم برایش که چیزی که در یادم نیست نمیگم و بعد هاشم گدا در دانشگاه صنعت و فرهنگ جمهوری تاجیکستان کورس داشت کورسش درس میداد در تئاتر لاوتی کار میکرد از تئاتر لاوتی میومد کورس میرفت و در تئاتر مقصد با رژیسوری تئاتر ای در تئاتر اکتور ای چند نمود اویلیگ میگرفت و همین قشما میدونستن که ما دانشجو بودیم میگفتیم که خیلی باشی رنگینی استاد باشی پلی کلام قطی کار کنی پلی کلام بگیری بخری بگردی میشه فکری دانشجویی ما که ما میگفتیم که خیلی رنگی استاد هاشم گدا میشه ما پلی کلام بگیریم و بعد ما زندگیمون رو پیش ببریم و بعد من میدونم که هر یک کتاب رو وای میبرورد چقدر پلی کلان حکومت جدو میشد که برای کتاباش برآوردن السلام من خواهد زنده باشه چقدر پلی کلان بود چیزایی که من میدونستم ما هاشم گدا رو در درجه اولی میدونم و میدونیم پرسون میکنیم او قدر حقارتی که ما کردیم تو شیطان تو دروغگو تو حجم رفتی و دم نشیدی کیم چیز نچ ما آدم نبودیم قواق با حضرت اومدیم با ابرکا آدم نشدیم هزار رحمت کسانی که حقارت کردن من خدا باور دارم که کسی چی حقارت کرد این در کتاب قرآن اومده که کسی چی حقارت میکنه خودش میگرده میره و 5 سال ما دانشگاه خوندیم 2 سال خدمت کردیم طول 30 سال در بین خلقیم چنین همین کامنتارت می نویسیدگی ما شورناکی نداریم که میفهمیم چنین شما نمیفهمیم ما حضور هم کامنتار می نویسیدگی رو میگم نامی چی جانداراتون رو میگیرین کیم چه خیلی اخلاق تا ماده رو تو خطون رو میگیرین اگه چنین شما ما فهمیش نداریم حضور یک جای میداریم میفهمیم هاشم گدا کیست و کیای و کی میمونه میدونیم اینا برادر قدردانی ما وطندار شریف سلام علیکم برادر عزیز علیکم السلام انا درباره هاشم گدا که استاد عزیز ما همه ما شما میدونیم اینا در تئاتر جوانان مرحمت وطندار جان چی گفتنی برادر عزیز اولا شما رو به تئاتر جوانان به نام محمود واحد خوش آمدید میگیم نور دیده تاج سر تئاتر ما همیشه با تماشاگران در تئاتر جوانان باز است بیایید نمایش‌های جالب دیدنی پیشکش شما میگردد ان شاء الله مرحمت سخن شما و درباره هاشم گدا چی گفتنی استاد هاشم گدا یکی از مردای خیرت است یک مرد هنر است درباره وی چقدر وصف کنیم بگوییم کم است اما در مسئله که استاد هاشم گدا گاه در کوچه های شهر یا که در بعض کارخانه ها یک پاکتی کتاب در دست کتاب فروشی میکند کتاب فروشی به معنی گدایی نیست کتاب فروشی به معنی هنر است که اون مردک ایجاد کرده است قریب 500 با نسخه کتاب رو آورده است و میخواهد که همه کتاب ها را در جامعه پهن کنه تا که مردم از هنر و استعداد
این مرد خیرات واقف شوند و هر گاهی که در کوچه شهر در کجایی که رود کتاب در دست دراز میکنه که کتاب مرا گیر، این معنی گداگیر نداره، این معنی امو استعداد و جسارت اون مرد داره که کتاب گیر و چقدر که از دلت میبره یک مبلغ بده کتاب خون نداری درد رو با مثلا یک کارخانه میداره کتاب مرا گیر، این جسارت و هنری اون مرده که میره در کارخانه کتابش رو با فروش میبره و از وقت کتاب در اومد میکنه، این هنر است، ایجاد است. برای همین خاطر درباره استاد حاجی گدا همیشه با چشم خیرات با چشم نیک نگاه کردن در کار، نه با چشم بد که او من یک روز خواهش میکنم یک روز من در طرف سفینه با استاد حاجی گدا روبرو شدم، گفت که در کجا کار میکنی؟ من گفتم در تئاتر جوانان. گفت بسیار نقص، من حتی وای رو رسانه‌ای کرده بودم در فیسبوک. گفت که من 3 کتاب دارم، همین 3 جلد کتابی من کدومش میخوای؟ من گفتم استاد یک تاش میخوام. گفت چقدر پول داری؟ من گفتم استاد 20 تومان. گفت میشود، این هم استعداد زحمتی مرا میگیری، هم تو از استعداد من فایده میبینی، یک چیزی چیزای معنوی میگیری. و من رحمت گفتم و رفتم. شما فکر شما زندگی استاد زندگی شخصی چگونه است؟ زندگی استاد یک زندگی بهترین است. استاد از همه چیز دارا است، اما این یک خصلت و یک رمزی استاد است که همه کار پیشه گرفته است. زنده باشید. تشکر. سلامت باشید. رجبوف فریدون، هنرمند جوانی تئاتر جوانان. سلام علیکم با دوستا، با کسانی که انا همین شخص به نهایت خوب رو میشناسم که این کس هم هنرمندم، دانشگاه دولتی صنعت فاکولته همین اکتیوری را ختم کردن، از هنر واقف هستن، میدونن هنر بالای خودشون رو دارن. بابای حاجی زنده باش برادران. این از صحبت درباره استاد به نهایت گرامی قدر ما، دارنده به نهایت عنوان‌های بلند پایه‌ای که امروز در تاجیکستان ما گویم که یک چند نفرکن دانه شمارن این گونه شخص‌ها. اما حاشم گدا کسی هست که او در مرتبه به نهایت بلند است. او سهراب است، او سهراب شاهنامه است. او اندیشه خودش را دارد، فلسفه خودش را دارد. هر یک عملی که حاشم گدا میکند در زندگیش، در بیرون، در هر کجایی که نباشد، چخیلی که وطندار شیروخ گفتن رمزی است. همه عملش رمزی است. حتی من شاید از یک دو جمله دیگر میگویم به خاطر اینکه شاید کوچگی باشد، عذر میپرسم از همه شما. ما برای اونی که یک ساعتک یا نیم ساعتک عصبمون آرام شود میریم 50 تومان میتیم یک تا کیکلیک میخریم، یعنی که عرق نوشاکی سپیرتی می نوشیم عصبمون آرام میشود. اما اون چیزی که حاشم گدا میکند در راه، در هر کجایی که نباشد میکند، این معنی او را ندارد که او گدا است. نه، او تو را مجبور میکند با این رفتارت که تو از کیسه یک چیز رو براری 10 تومانی کجا، یک کتاب کجا. اون کتاب در درونش میلیون و میلیون ها معلومات و میلیون ها عقل و فراست ها در درون کتاب است. اندیشه های خود را دارد، تربیه خود را دارد. تو 20 تومانی یا که 10 تومانی که تو در اونجا برآورده میتی، این معنی او را ندارد که حاشم گدا است. نه، حاشم گدا نیست. حاشم گدا بزرگ است، او دانشمند است، او هنرمند بی‌نهایت قوی است. ما افتخار میکنیم هنرمندای جوان که چونین هنرمند بزرگ امروز در کشور عزیز بهترین ما تاجیکستانی عزیز هستند. و اگر من فکر میکنم که اگر در یکم راه هم اگر دیدین یک 20 تومانی چی است اگر در سر از خونت بره در 100 تومان اگر نباشد خوبترش از خونت بیرون نبره. برای که در این راههایی که ما میریم 100 تومان هیچه. نه بس حاشم گدا است، وای سیمایی وای هنری وای قدر و احترافی وای بزرگ داشتی وای. چون حاشم گدا است، نه اینکه او گدا است، او خیرتمند و دانشمند است. زنده باش برادر. کسل خونه مادرتان از بهار باز خود
عرفی؟ بله دارویی که آدم درد رو حس نمیکنه. من پیش از اینجا در آمدن هم با اون کس داده بودم. خودشان ندونم. نه باید این رو ندارم. خدایو امروز چون سودا زده ها خندیدیم میگویم که خنده بسیار عاقبت خوب نداره. اگر ضروری بود دست دست نیست. بیا عروس دامادو رو گرفته به خانه میبریم و در خانه باغمون جای میکنیم. من هم میرم. تشکر به تو دخترم. دوستان عزیز از بس که در درون سپکتاکل رفته ایستاده سپکتاکل رفته ایستاده از ما کم پارچه پارچه‌اش مورد نشون میتون البته پیگیر ویدیوی ما باشین اگه گفتیم که مرا مجبور کردین همین شما در کامنتر نوشتین مجبور کردین من همش رو میبرم بینیختم همین کفی دست رو میبرم ببینید اینجا در تلویزیون ها بوده نگاه بین کند با مردن مادرتان روزهای بشمار مانده است. شما باشه نگاه بین نمیکنم دختر رو کنی مکنی داره. سیاد پیش کن زود پیش کن. اکنون من قصدم در آمده میروم. کی پای داری؟ مادر شما رو من نگاه بین میکنم. من چرا استوده؟ زود شوید. در بیمارخانه اینقدر دراز خوابیده خدا چکر تو را تعمیر کردن بچه تعمیر کردن لیکن با وجود راه رفتن همین که کمتر راه رفت بود جراحت هم کشوده می شود لیکن راه نگشتن نمی شود زندگی کردن در کار در خانه همه صحت سلامت در خانه همه صحت سلامت همه تیج همه نفت خدا تو چکر خدا هانا دوستان عزیز آمدم کابینتی محپایکار یوروا السلام علیکم السلام علیکم خوب هستین تینجا هستین معنی جان راستی که همین اینترنت یک بگیم پرابلماک شد همین هوشیم گدو بحث شد که همین هوشیم گدو مقصد کتاب میفروشه و گدایی میکنه همین تو چند روزه شما چی میگین همین چی روشنی میندازین در همین من گفتنی هستم که یکم این که هوشیم گدو هنرمندی یکی از هنرمندایی هست که در حقیقت بزرگ است چون از فیلم سهراب رستم و سهراب ما میدونیم و میدونیم که در چندین فیلم ها نقش‌های کلان رو آفریدن در تئاتر یک ادیب هنرمندی مردمی تاجیکستان هاشمی گدو که در مسکو معرفی شد و چندین منعقدان بهای بلند دادن این یک دویم این که هاشمی گدو برای چی کتاب میفروشد برای آن که وقتی که شما کتاب رو میخرید شما پول میتید که میخرید و این کتاب رو شما باید خوانید با فایده شما هاشمی گدو گدویی نمیکند و این گپ هایی که مردم میگوید یا محترم برام نفهمیده این گپ ها رو گفته است من اصلا بر ضد این خیلی سخنان هستم شکر خدا هنرمندان ما یگان تاش گدو نیستند زندگی خوب دارن برای نان و نمک و رزق و روزیشون میرسد و خواهش دارم پیش از اونی که یک کس رو یکی بد گفتن سخنی بد گفتن کامنت های بد گفتن شما اول اومده بینید از حادثه واقف شوید انا بعد سخن کرده گردید
بله تشکر زیاد سلامت هزار باشید. مردم سلامت مهربان باشید. سلامت سربلند باشید. باشید. سلامت. انا دوستان عزیز آمدم پیش اپای مولانا. انا هنرمنده که هم دوستش میداریم هم حرمتش میکنیم. اپای مولانا جان. شما راستی گپ یک دو کارهای اینترنتی ما میدونیم که شما وقتی خیلی اینترنت بدروین که تماشا کنین که کامنتاری بخونین ما 100% میدونیم که خیلی دا نیستین شما. ما هر روز که میام شما فقط رپتیسیا در هم تئاتر در یا که پریود کینو هم جا دارین. همین مقصد گپ که یک هنرمند از شما میخوام بپرسیم که هر روز شما مقصد میبینین هم کارین هاشم گدا این حال چی حال دارد؟ سهراب دور و زمان توجه من درک دارم، یعنی استاد زندگیشون خیلی خوب است. فرزندم دارن، فرزنداشون هم کمکشون میکنند، حکومت و دولت هم یعنی کمکشون میکنن، خیلی کمک خوب میکنن. و باز توجه درک دارم استاد کتاباشون هر نفری که بینن کتاباشون پیشنهاد میکنن و حتی نمیدونم شاید باز یکون نسبت کتاب فروشی یکون و دیگر شده باشد، اما یک دفعه دیگر همین ماجرا همین بحث یعنی خیلی بود هم خیلی ها بود و گفتن که استاد گویا که نانی خوردن ندارد و کتابش می فروشد و غذا پولی و نان پولی میکند. اما نه، من فکر میکنم که استاد هاشم گدا یعنی خیلی مردی دوربینند، دوراندیشند و میدونند که امروز مردم کتابخوان خیلی کمی در کم ماندن و گویا که میدونسته باشند که کدام نفر رو کتاب نمیخونن کتاباشون همون کسا پیشنهاد میکنن و کاری استادم یعنی دعوت مردم فکر میکنم که با کتاب خواندن است، با کتاب خوانی است، با کتاب آشنایی است. با پول طلب میکنم. ای چیزو پول طلب میکرده باشم میگه که چانس میداری بده او کتاب بگی. مقصد به پول میتونه که تو فکر کنه؟ عزیزم یعنی در زندگی چیزی به پول فقط همون پنیر هست که در مشقپک است. به پول. و وقتی که چیز کدام مالی کدام چیز همین خیلی به پول به نفر میتین فکر میکنم که یگان قدر ندارد. بله پدر و وقتی که چیز تو مبلغ میتی پولش میتی خرید میکنی البته که اون احتیاط میکنی و استادم همین کار برای اون میکنم که وقتی که پول میتی کتاب میخری حتما دلت برای مهنتت برای پولت میسوزد و باید که اون کتاب خوانی. بله. یعنی من کتابخوان اونقدر کتابخوان نبودم و همین کار با سید مراد دولتов شده بود که گفتم کتابتون توفه گفت نه، در فیلمش نقش آفری کردم گفتن که نه، وقتی که توفه کردم نمیخونی و وقتی که کتاب خریدم در اصل کتاب من خوندم و فکر میکنم که کاری استادم همین است، دعوت مردم برای کتابخانه و دعوت مردم برای قدر خود و پول خود مهنت خود برای پول خود قدر کردن است. وقتی که پول دادی و چیزی خریدی حتما به قدرش میرسی. سلامت باشه. انا ما گپی خود گرفتم که اینا فهمیدم که بار دیگه بوده. این ماجرایی که بعد که گویا که هاشم گدا شده باشد بار دیگه میاد. نه هیچ وقت هاشم گدا یعنی فکر نکنید با نام و نسب آدم. هاشم گدا هنرمندی بزرگ است. هاشم گدا رستم تمام دور رستم و سهراب تمام دور و زمان است. یعنی شخصا برای من. زنده و سربلند باشید. شما زنده باشید. تشکر. انا هنرمندا را یک دیدم اکتریسا ادیبه روشن. انا استاد هاشم گدا را چخیل میشناسی و چخیل میبینی و عین حال چه حال دارن و یگان معلومات داری هم عین حال استاد کی عین حال در نفخان یگان معلومات داری ای استاد؟ بله دارم. از رو آنی که میشنوه میدونه استاد زندگی خیلی خوب داشت و حاضر هم دارد. همسر بهترین گلاندام سفرعلی و که در تئاتر لاتی که یک جای ما کار میکردیم. با همراه همسرش یک جای کار میکنیم در تئاتر. دو دختری های زیبا دارد که صاحب کسب و کارند و همیشه از احوال پدرشون با خبرند، خبر میگیرن، نگاه بین میکنن. نسبت یگان ایراده که نسبت استاد میگیرن ما یگان بار نشنیده بودیم. از بس که این خیل آوازه ها و این خیل ایراد ها میگیرن این زیبنده نیست.
нисбат ба блогерҳои муҳтарам. Зинда бош, зинда бош. ин як ишораи аст ки нисбати дигарҳо эрод нагиред. ҳоло шумо ҳошим гадон нашудаед. ҳеҷ кас ҳам намешавад. мисли он кас Рустому Суҳробе ки дар ҳақиқат Рустому Суҳробро дар таърихи синамои тоҷик ҷойгир кардааст, шумо ба он ҷон намераседу наметавонед. Зинда бош. баҳс ҳам накунед. Дусмуроҷон, Зинда бош. аз нои блогерҳо ба мо хабар овардед? аз мо ба он кас бурда расон. Зинда бош. ин гапон нодуруст аст нисбати ин устоди бузурге ки дар донишгоҳи санъат чӣ қадар шогирдҳоро вай ба санъат ба фарҳанг равона месозад. касбу кораш ҳозир ҳам давом дорад. бале. ҳозир ҳам шогирд дорад? беҳурматист нисбати шогирд дорад? дорад, бисёрҳоам. ва ҳоло ҳам ин касбро пеша кардаасту баҳри дигар шогирдонаш меомӯзад. ҳарду амон дарёд надорӣ? Дорам. вай дар театри лоти вақте кор фаъолият мекардем рӯдакӣ бале дар бисёр чизҳоро аз устод ҳошим гадо гирифтаем. зинда бошед. саломат бошед. ҳамин кадр накушта устоди мо тағоимро розиқов ва ман ина медонам ки устоди ман тағоимро розиқов любимчи ки ҳошим гадо ай шогирди вафодори ҳошим гадо устоди ман тағоимро розиқов ай. дарбор хоб бовар канед хоне устод ягон чиро дарак надора. дар бораи устодот ҳошим гадо айни ҳол чӣ медонӣ, дар куҷо чӣ кору бор хати банда? гапу калоча бисёр шуда мо дарак надорем. блогерҳо ҳама чӣ медонем, мақсад ки дар комментария вайра хеле ба навор гирифтанд ки китоб фурӯхтаистай устод. баъд гуфтанд ки ҳошим гадо шудае ки китоб мефурӯша. шумо чӣ гуфтанед дар ҳамин гап? ҳошимакаев нобиға як бойгари давлати тоҷикистон ай. бале чӣ коре ки намезебаш? мақсад ҳам масъалаи китобфурӯшиш давай барои чӣ мефурӯша? ҳамин мара пурратар равшанӣ бидоза намегапа. ҳамин китобоша мебара мега як тарафи зиндагиша буд мекунед ҷигар надорад. бале ҳама зиндагиш чӣ хел бошад айни ҳол устодан? зиндагиш нағзай созай неки хак и пулчиқа ки боша ҳам қакамай. хайр рӯзғоро дар ғор рафтаам мебина. саломат бошед устоди азизам. дасту дард набинам. ҳамон сарбаланд бошед. хуб ана дӯстони азиз, бозам комментариҳои шуморо ман хонда, ҳама ҳақоратҳое ки шумо кардастен, дашномае ки шумо кардастен, ҳамаш хитонда мераву. неке ман занг задум шогирде ки дасти ростша Тоҳир Назар мегам, бародари ман, ҳамкурси ман, ҳақиқати ман садҳо сару кор гирифтага. ман эминиҳои вайро занг задам, гуфт ман дар кинотеатри зебоам. ман гуфтам ман тори анаи 11 интизорот мешам биё. ина пешам омад, ина ҳозир мерасад Тоҳир Назар. албатта чӣ гап меша хитон бибинӣ. рафтем. оҳо дӯсти азизам Тоҳирҷон. дӯсти азизам Тоҳирҷон. ана ки бародарои азиз, бародарои қадрдон, шогирде ки бигем шогирди устод ҳошим гадо шабу рӯз қатъи устодан. мақсад ки айҳоли устод ҳама соата бохабаранд. ҳамин дар интернет хел диди ки чӣ баромад дар интернет чӣ гапай хело дидия? чӣ гуфтани ҳамин мардум да? ба мардум гуфтанӣ ҳастам ки бародарои бисёрам азизи мо, аввалан дуруд бар шумо ва он суханҳое ки бародарбарон гуфтанд дар мавриди китобфурӯшӣ, ин ба ҳама ошно аст, ба ҳама аҳли ҳунар, ба ҳама нафароне ки сокини пойтахт ҳастанд. куҷоҳое бо устод во хурданд дар мавриди китобфурӯшӣ ва бародари азиз баронам фақат як таъкид карданд ки аз ҳоли устод бохабар бошен, яъне бетаваҷҷӯҳ набошен. ин пешниҳод хуб буд, вале бародари азизи мо Дусмуроҷонам тақрибан ба ҳамин андеша, бо андешае ки бетаваҷҷӯҳ набудан, аммо бо тарафдорӣ аз устод ки бештар ҳарф задан, ман танҳо чиро мехоҳам гуфта бошам. як нафаре ҳастам ки гуфти Дусмуроҷон бисёр бо устод будем, бисёр корашона анҷом додем, ҳатто як китоби хурдам дар мавриди устод аз ҳунарнамоиву аз ҳар корҳое ки кардан устод то ба ин омада расидан, як чизҳое ҳам навиштем ва гоҳ-гоҳе ҳам чизҳое менависем дар интернет. аммо дил мехоҳам ҳамира бига, устод ҳошим гадо нафаре ҳастанд ки тақрибан 20 сол мешавад дур аз соҳаи синамо ва ҳам театр ҳаст. насли ҷавон ва насли навраси имрӯз
او را همچون هنرمند نمیشناسند، به خاطر آنکه در تقریبا 30 سال زمان صاحب استقلالی در هیچ فیلم هاشم گدا هنرنمایی نکرد و نسل زمان شوروی او را بیشتر میشناسند. اما بنابر سببی که او تنها است، او خاموش بودن نمیتواند، به خاطر آنکه او هنرمند است پیش از همه. به همین خاطر او در همین 20 سال استقلالیت رو آورده به کتاب نویسی و پیوسته او کتاب می نویسد و کتابهاش هم می فروشد. مثل همون نفری که دهقانه که دهقانی میکنه، محصول دهقانیش هم می فروشه. این هیچ با احتیاجمندی گدایی که بسیاری ها در نظر دارن این نیست. و خود اینجا تا گفتن که کارتا بمونه با زبر بکشین شب بسیار هم خیلی نویسیم. نه این حاجت نداره. هر نفری که میخواهد لطف کند نسبت به هاشم گدا در هر کجایی که میبینید کتابشو بگیرید، از دل هر مقدار معین پولی که میبرید 20 تومان است، 10 تومان است، 30 تومان است، 50 تومان است بدید، همین کفایه است. اما به خبر نمانید که با کنایه از حرفهای برادر بران میگم که حکومت جمهوری به توجه نیست، وزارت فرهنگ به توجه نیست، کارمندان سینما، کارمندان تئاتر به توجه نیستن. یگان تا اینها به توجه نیستن، همیشه از حالی استاد خبر میگیرن. این گپا با برآمدگی بده هم خیلی سالهای پیش که کتاب میفروشه. بله نوبت‌های پیشین هم بود. بعضی‌ها ناآگاه ناخودآگاه که روبرو میشدن و همین چیزها رو میگفتن. به همین خاطر میگم که هیچ کس از حالی استاد به خبر بودن نمیتونه. همیشه از حالی استاد با خبرن، هم مؤسسه دولتی تاجیک فیلم، هم کارمندانی دلخواه تئاتری لاهوتی است، تئاتر جوانان است، تئاتر روسی است، همه تئاترهایی که در جمهوری هستند، تمامی مردم هنرمندان علل خصوص تمام جمهوری هر زمانی که به دوشنبه شهر میان حتما از حال استاد خبر میگیرن. یعنی استاد به توجه نیست، توجه دارن. شروع از حکومت، شروع از هر نفری که هست. به همین خاطر به یگان طرفداری استاد احتیاج میدونی به چی دارد؟ استاد احتیاج به لطف و مهربانی و مرحمتی ما و شما نفرانی که ناخودآگاه روبرو میشیم به همین احتیاج داره، دیگر به هیچ چیز احتیاج نداره. خب یک گپ دیگه من میدونم که با استاد سخت رفت آمد داری در نزد همین خلق وعده بده مرا پیش استاد برده میتونی یا نه؟ من برام حتما وعده بدم. چون یک سخن کوتاه از میگم. چند پیش برادر بسیارم عزیزی ما آرزو ایسایف هم بسیار خواهش کردند و حتما یک برنامه خوبی هم همراه استاد خواهیم کرد در مورد صحبت ها. بله در برنامه نگفته ها بله. ولی امکانیت پیدا میکنیم که حتما میرین روبرو با استاد یک کوتاه. من راستی گپ استاد میترسم. من چه خیلی کلیگه که من میترسم استاد پیش رفتن. این درست است. با اونجا برون میگه که من از خاراکتر و از حالت های استاد چندان خبردار نیستم. ما از تمام اهل هنر، از تمام هنر خاراکترهای استاد، از رفتارهای استاد خبردار هستند و از همین خاطر کوشش میکنیم برادر عزیز جناب روبرو با هاشم گدا بکنیم و چند از صحبت ها و سوال هایی که میخوام بتیان روبرو از اون کات میگیریم. ولی هاشم گدا بزرگتر از همه هنرمند است، ایجادکار است. همچون ایجادکار، همچون هنرمند او مشتی لازمه را در سینما و تئاتر زده است و همین است که محصول تمامی چی میگن همون اردن ها و از همون قدر شناسی که از زمان شوروی تا زمان امروز استقلال از جانب حکومت جمهوری به او شده است، همین محصول زحمت های او است. همیشه او تحت نظارت است، همیشه از حال او همگی با خبر است. بله زنده باش. هزار رحمت برای سخنهای نیک. سلامت باش.